میری کار میکنی، میگی دیگه درس نمیتونم بخونم، میری دنبال درس، میچسبی درس، میگه باشگاه و خانواده و پارتنر و عزیزانم بودم، میری میچسبی خانواده و عزیزانت، از درس و باشگاه و کار میفتی. خلاصه رو هر کدوم که متمرکز میشی از باقی میفتی. ولی یه واقعیته، شما باید تمرکز کنی توی یک موضوع، حالا میشه ورزش، حالا میشه درس، حالا میشه باشگاه، حالا میشه کار، هرچی تمرکز کنی به یه جایی میرسی. این واقعیته. من از 8 سالگی دویدم، الان 51 سالمه، با 10 تا دست میخواستم 10 تا هندونه بردارم، همشان میریخته میشکست. از یه جایی باید فهمیدم باید تمرکز کنی به یه جایی برسی. من خودم بزرگ شدن بچه‌مو ندیدم، بگذاریم امیر حسین الان با من همکاره، ولی من 18-19 سالگی شو دیدم.